خب شما بسیار خوشحال شدیم بعد از وقتا که در قدمات شما رو ببینیم. برای شما سلام تقدیم میکنیم و دوست داریم در ابتدا یک معرفی مختصر از محفل امروزی کنیم. چرا دوستان اینجا جمع هستند؟ بسیار خوب، تشکر از اینکه فرصت شما به ما دادیم. یک محفل به نام North American Afghan Physicians Reunion است که شامل دکتر صاحبای امریکا و کانادا یک سازمان ساختیم تقریبا 4 سال میشه که ما 3 هدف عمده داریم. بله. هدف اولی ما است که دید و بازدید از دوستا هم مسلکان هم صنفی‌ها و استادا بعد از سالار میدن اینجا دید و بازدید بشه و هدف دوم تقریبا ما میخوایم که نخبه‌های افغانستان استادای خدا اینا یک قدردانی کنیم، اینجا بیاین یک عزتشون کنیم به حساب بیشتر در رشته طب در رشته طب وقتی که کارهای خوبی کردن، سابقه خوب دارن، زیادتر استادای ما هستن، اونا رو می‌خوایم قدردانی کنیم زحمتایی که در سیر نبوت در افغانستان و داخل امریکا یا کانادا کشیدن. پالوش پروگرام‌هایی داریم که دکتر صاحبی که در افغانستان وارد میشن اونا رو کمک کنیم در امریکا و اروپا و کانادا دوباره برن باعث دکتر کار کنن. راهنمایی اونا تشکر. با تلاوت آیات قرآن توسط قاری حضرت تشهیدی و دعای توسط قاری مهدی نجیب آغاز میکنیم. قاری صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الشمس و قرائت زیبای خود محفل ما را درانی ساخته. بازم با عرض سلام و همه شما عزیزان که از راه‌های پیش تشریف آوردید و نمایندگی از کمیته اجرایی دکتران ارقام مقیم امریکا و کانادا تشریف آوری همه شما را و این محفل با شکر خوش آمدید میگم. اوقات خوشی داشته باشید. همانطوری که به همه معلوم است North American Afghan Physician Reunion یک سازمان مستقل غیر سیاسی و متعلق به هیچ گروه سیاسی و مالی نبوده از مدت 4 سال فعالیت‌های خود را شروع کرده که اهداف آن جمع‌آوری و دید با دید دوستان و صاحبان و استادان قرن سال یک بار در ضمن قدر و تقدیر و قدردانی از نخبه‌های نبوت افغانستان و استادان و بزرگوار که کارها و خدماتی در جامعه نمودن بتوانند که نقش بزرگی بازی کنند. در ضمن با مهاجرت دکتر صاحبای افغان در دیار جنگ‌ها از داخل افغانستان و خارج خصوصا در امریکا و کانادا پروگرام‌هایی در نظر گرفته و جاری است اونها را معاونت و کمک کنیم تا بتوانند در این سرزمین دوباره وارد پرکتیس و توابط و ادا و مسلک‌های اقرا طبی که خواهش داشتنش شامل شود. واضح است که این کمیته عالی از همه تعصبات قومی، زبانی، لسانی و چون همه داخل هستند در حالت فعالیت میکنند که بدون کمک مالی از any دونر کسی باشه یا ارگانیزیشن یا گرانت فعالیت خودش از نظر مالی متکی به اینمی تکت هایی که شما اینجا خریداری میکنه است. ما پرام فندی نداریم و پرام گرانتی نداریم و یا پرام دونر نداریم که کمک کنیم.
و اکثرا دکترستگاهی که اینجا ارگانایز میکنن در حدود 1 سال میگه یک پروگرام آماده شدن، زحمت زیاد میکشن. اونها هم خالصی نیستن، همش راجستان میشن، همش تکیه‌های میکنن، همش اوضاعی خودشون ریزرو میکنن. بعض وقتش یک برادرها یا فکر میکنن که ارگانایزرهای پروگرام یا فیلم یا یک اوضاعیشون دستکار دست کسایی که تجربه دارن میکنن، فقط اینا هم مثل شما عینی حتی زیادتر از پول خود مسائل دیگری که خریداری بیشتر از دولت از تولید میکنن. دکتر صاحب ناصر بوریان، دکتر صاحب یار محمد عوض، دکتر صاحب زکی حبیب، دکتر صاحب اکبر افریدی، دکتر صاحب شعیب عابدین، بشرا والا و در پولیش ما دکتر صاحب کلکتورهای مجددی امسال نتنو Kaiser Permanente, Chair of the Chiefs of the Northern California, خدمت می‌کنم. دکتر صاحب و پیلن در خوشیان زندگی میکنم و از نسبت در داستان کالج و یکی مگیل پرکلیدی کنی بایزنس پرکتیشنر کالج. نام من افسر گویاست و از فامیلی سال 1988 پانزده طب کابل هستم. سال 1990 من اسکالرشیپ گرفتم و یونیورسیتی اف نبراسکا مدیکال سنتر و در اونجا موسیقی خود در رشته تیپی گرفتم و بعد از اون شرایط در افغانستان کامل شد که همه چیز کردی آمده مجبور شدیم اینجا باریم و بعد که من کارهای ریسیپی رو گرفتم و تقریبا 20 سال میشه رئیس دفتر و 10 سال یک وقت در نبراسکا کار کردم و فعلا 19 سال در ایالت تگزاس از شهر سان آنتونیو رئیس کردم. نام من محمد عوض است. من سال 1966 از طب کابل وارد شدم. بعد از اون جامعه افغان سطح کار می‌کردم. بعد از مهاجرت چندین سال در پاکستان و دفاتر مختلف کار کردم. در کانادا در شهر مونترال در بخش انستزی در شهر امروز مولانا نصرالدین مولانا نصرالدین علامت مردم با شما رو جمع کنه، مردم جمع کنه غیر نداشت شما یک چیزی نگیم مردم آمد و مردم بفهمید که چی نگم کلا که خودشو بیاره باز میفهمید که چی نگم یک اداد استفاده پلان میکنم کسایی که میفهمه و کسایی که نمیفهمه بگیم اگه مرم اگر معرفی میکنیم کسایی که مرم میشناسه داره کسایی دیگر بگیم در غیر از اگر نمیشناسه نام زبی حبیب است و از فارغین فاکولته طب کابل 1366 1988 میشه 87 88 میشه فارغ شدیم بعد از پاکستان رفتیم جراحی کار کردیم و بالاخره امریکا آمدیم و سال اسم من بشرا صالح والا است و من محصلین سال 67 هستم و حال افتخار همکاری با کمیته نورت امریکا فیلم پوزیشن دارم در قسمت تهیه و تنظیم و سازماندهی محافل کمک میکنم. نام اکبر افریدی محمد سالک 1388 از کابل هستم. Islam was the whole of Pakistan, we met at the whole of
سال 1990 واسه زندگی میکنم واسه یک رشته برنامه رسپتوری خواندم 30 سال است که در رشته نامسئول هستم. سلام میوانان عزیز، اول میخوایم براتون خوش آمدید بگیم و تشکر کنم به این مقطع نورد امریکن فیزیشن یونین. خوش آمدید میگم. اسم من پروین منصوری و من هم سیلفیای عزیزم از پالیتکنیک سال 1366 طب معالجه کابل است. البته در اون سالها که نظر به مشکلات سیاسی و اینا وطن ترک کردیم و مهاجر شدیم و هندوستان از هندوستان بگم و کانادایی آمدیم و در اینجا بعض رشته‌های خواندیم و بزنس شخصی خود دارم در خدمت اسکینکیر و مدیکال ادوانس مدیکال اسکینکیر و همچنان پارت تایم و تورانتو وسترن هاسپیتال که شبیه ریسرچش همکاری دارم. فعلا افتخار همکاری و کمیته نورد امریکن فیزیشن همکار میکنه، خوشحال هستم. همچنان با CTU که یکی از جدیدترین ورچوال یونیورسیتی های آنلاین است که کنیدین ورچوال مدیکال یونیورسیتی است که ما با پروفسور فهمی هم ستاره همکاری داریم و فعلا شاگردایی که در افغانستان از تحصیل باز ماندن اونا رو کمک میکنیم. بزرگ صافی آبی فارغ سال 1365 هستم و سالهای زیاد در پاکستان رئیس مدیکال دکتر کار کردیم و همچنان در منزل قوات المؤمنین و دکترهای افغان بود در اگزیکتیوش تدریس کردیم و در کانادا تقریبا 10 سال رئیس سفارت کار کردیم و فعلا منیجر کلینیکای شوهر هستم. من از طرف دوستایی که در تورنتو زندگی میکنن و دوستایی که از خارج از تورنتو آمدن خوش آمدید میگم. کلمه‌هایتان برای شما زمان دارم. من اسم من شاید نیست. من می‌خواستم زمین رو بگم بیشتر می‌خواستم بگم کی من بشناسه به خدمت کنم و کسایی که من به خدمت نمی‌کنم و کسایی که خدمت کنم کلمی کردم. من در سال 1997 در کانادا پیش از در تحصیلات مختلف پاکستان کار کردیم. در مدرسه جامعه واسطه خدمت پابلیک هلت در یونیورسیتی تورنتو گرفتیم و بعدش رزیدنسی من در یک یونیورسیتی کانادا مانگستانی و رئیس فامیلی کار میکنم و در هایدیان و رئیس زمینه کالج فیزیشن کالج فامیلی فیزیشن و رزیدنسی کارپوریشن رئیس زمینه والله بالتوفيق الزواج بالظبط والدتي عارفه الماتش وجايبين والله ما انا فكره زي هذا ما سميت صار 16 صار 10 دولار باكستان رفتیم ولا باكستان ما بدات تكون اولاد المسلمين كده شباب انجليزي ولا ما شو Grano Spadano, Grano Placarano, Fago Melgoro, Amutarano, Melgano, Salatana, Neki. Padiri Granat, Augia Sara, Hospital the Trato Kulikake, the Shamali Ampipada, Grano, Vandita, at Kulaika. Spalva Alta Haramas. خدمنا كلمه نشفا يا سانكري شفا داوان وتي مسكي كسانو توريس يا زيتي دوشفا جسمن دي يوالي امر بيتيا كلاي منسوخ قراني هدفي إن كده هموي تمام يكشف كي بس بلکه
فرصتی برای شریک ساختن تجربه‌ها، تقویت روابط و قدردانی از دستاوردهایی است که جامعه را غنی ساخته است. یکی از اهداف مهم این محفل راهنمایی و حمایت از دکتران تازه‌وارد در شمال آمریکا می‌باشد تا با سیستم‌های اینجا آشنا شوند و در زمینه شبکه‌سازی و رشد مسلکی راهنمایی و همکاری دریافت کنند. Daaronder Rico de Tingecht, de dossier de Bian Libido, al de Huato Hatrato, de Bian Mandikido, Yaloi Fersate. Dasi Fersat, Chibaya, Khilche, Barhala. برنمایندگی همه سپاسگزاری صمیمانه خود را از اعماق قلب از تیمی برگزار کننده و همه کسانی که برای تعقیب این برنامه تلاش کردن میکنند. سپاس ویژه از حضور گرمی تک تک شما که از راههای دور و نزدیک تشریف آورده. این بهترین هدیه برای ماست و محفل ما را رنگین و پرمعنا ساخته. هیله دارم چنانه غنده در طول دوباره د الهام دوستی آفرین دک ماقام. خدای تعالی نیز من وطن افغانستان و امن سوکالی اوروپان راتلونکی ورپبر کړي. زموږ یووالی تل پاتې وي او زموږ هڅې دي د افغان ولس لپاره د ژوند د روغ ژوند الهام وي. ښه راغلاست او محفل ناخوند وخت دی. شعر کوتاه می‌سراییم. می‌توان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن. اول از استاد یاد آموختیم، پس سودای ازدواج آموختیم. Good evening, dear friends and colleagues. We're truly fortunate to have an extraordinary individual with us today. Someone who has made a significant impact as a leader in the field of medicine for over 3 decades. Not only he is a trailblazer within the Afghan community, but he has also contributed immensely to the Canadian community as a whole. Dr. Kayomi is a professor of surgery at the University of British Columbia. He is the founder of the UBC Center of Excellence for Stimulation, Education and Innovation and the regional director of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Among his many accomplishments and leadership roles, Dr. Kayomi is also the founder and CEO of Can Health International, a registered Canadian organization that aims to equalize health education between the developed and developing countries using the state of art and technology. منام خداوند جان و کرد از این بدتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند جای، خداوند صبح و مای، خداوند ریحان و بدون سپر، بروزنده ماه و ناهید و مهر. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی و عزیز، اولتر از همه اجازه بدید که به نمایندگی از استادان، محصلین و دستاندرکاران CDU از صمیم قلب از شما و کمیته شما تشکر کنم که به من یک بنده یقین فقیر اجازه دادیم که در مجلس شما شرکت کنم و سخن چند در مورد CDU خدمت شما تقدیم کنم. CDU یک مخفف از Canadian Virtual Medical University است. یعنی یونیورسیتی مجازی طبی کانادایی
بعضی از شما شاید فکر کنید همونطور که لیبالی یه دیگه چیز ما هر چیزش میداد که مجازی دیگه یونیورسیتی چیزی منطقی دیگه امکان نباید داشته باشه. ما با فکر بکنم که اگر شما یک فکر کنید احبا جانب هم هستید برای از اینکه ما شما در ساحه تمام ساحات علمی دروس مجازی داریم، در انجینری داریم، در قضاوت داریم، در حقوق داریم، در ادبیات داریم، حتی در مسائل مسلکی مثل مدرسه‌های نظامی یا مکاتب پلیس همه جا ما تدریس مجازی داریم، ولی در روابط متاسفانه تا هنوز تدریس مجازی وجود ندارد. اگر اشتباه شما هست که کریکولوم پیلوتا پرنتیشن 90% کریکولومشان با صورت شبه‌سازی مجازی یا فیزیکی اجرا میشن. فقط 10% در آخر اینا میکنن که یک تیاره یا هواپیما را و گردش درآورد. ولی در روابط متاسفانه که ما نتونستیم تا حالا فکر کنیم روابط درسش مجازی شود. فکر بکنیم زیادتر با خاطر از اینکه ما شما همچنان پیشداریان ما همیشه یک کمکی مردمی که در روابط هستن موقع هستن از نظر تکنولوژی. ما فکر نمیکنیم که ما بتوانیم به صورت مجازی روابط درس کنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما همیشه خاطر فکر ما این است که برای از اینکه ما روابط درس کنیم باید ما مریض داشته باشیم. اگر مریض داشته باشیم پس تو میتونیم روابط درس کنیم. البته یکی یک موضوع بسیار مبلغ پیچیده است. من هم میخوایم یک وقت اشتغال کمی کانادا داشتن در این موضوع خدمت شما چیز عرض کنم. محترم پروفسور کریم کریمی و از معلومات مفصلشان در مورد CP نیو کمیته ما یک اوارد کوچک در نظر گرفته که البته در مقابل زحماتشان هیچی نیست، ولی بعد صبر دفعه در روی چطور به نما همین دارد از شیخ قجالانیان محترم خواهش میکنم که اوردشان رو برشان تسلیم شوند. بعد صورت من زیاد وقت نمیگیرم دعوت کمیشنر کار کنیم، اما فعلا 18 سال است که من پروفسور هستم و همین موضوع باید دکتر صاحب میگم و تایید از این کنم وقتی که کووید شروع شد هیچ کس از هیچ جای شور خوردن نمیتونست و برای ما گفته شد که شما کل کورسای دارم درش پاکست برای تمام کورسای دارم و برای ما بسیار مشکل بود که بکنیم چطور باید جلسه شاگرد بود از درس بود یعنی ما دو دوره شاگردان ورچولی گریجویت کنیم، سرتیفیکیت داریم و حال ما بدهیم ریویو نگیریم، بعدشان از این پرسن کامی آمدن بیتر یاد داریم. دیگه من از بگیتون کنشم با عرض سلام دوباره همه دوستا بسیار خوشی است که دوستا را میبینن خصوصا باز دوستایی که از چند دهه میبینن بسیار خوشی افتخار است. از من خواستم که یکی از دکترها را معرفی کنم و این دکتر صاحب اسمت الله لایخیل است که من فکر میکنم دکتر صاحب صلاحیت ما بشناسیم وظیفه قوی است که دکتر هستند نطاق ورزیده رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم بودند. دکتر صاحب لایخیل از وظیفه پارکینگ مقابل فارغ شده، چند سال در شفاخانه امیرآباد در بخش داخله زیادتر در قسمت کاردیولوژی هم را دکتر صاحب کریم نصر کار کردند و بعد از او یک دیگری هم در نام اینویسیو کاردیولوژی یا کاردیولوژی یا تفاوت قلبی غیر تهاجمی کار کردند و یک دیگری گرفتن از پانتون چاندیگری هند. و یک از کارهای مهمه که ما این قابل دیدیم بنای یا
کلی انستیتیوت کاردیولوژی پانزه کامل بودن دکتر صاحب در اونجا کلی از اینکه از بنیانگذارهای از بودن در اونجا تدریس هم میکردن و ضمناً عضو بورد تدریسی پانتون طبی و پانتون کاتب هم بودن و دکتر صاحب تا جایی که مشاور دارم در جای مختلف در کانادا کار کردن من جمله در ماونت ساینای شفاخانه ماونت ساینای و همچنان در شفاخانه یونیورسیتی ساسکچوان و فعلا در شفاخانه ساحلی وینزر مسئول خدمت هستند. من تشکیل صحبت در دکتر صاحب نایب میکنم و خودشان در این باره بیشتر صحبت کنند. از تشکر. با تشکر از استاد گرامی ما دکتر صاحب ناصر رومیان همیشه مطالب صفحهشان نشده مطمئن هستم همه ما شما بوده و دل جان قبول میکنم از اولاد صادق از این یاد میکنم دکترها سیاستمدارا تشکر کنید با اجازه پروفسور کریم پیومی استاد ما و در بنیانگذار CDNU همکارای ما در CDNU برای من اگرچه دکتر صاحب الان دارید فقط در کتاگر دوست دارید وقتی کسی از افغانستان با کابل میشن باید نکه که سب فلانی باشه که چی برکن بوده خود هست من وقت زیاد زایی نکنیم از دکتر صاحب از کسانی که همی منفعل تنظیم کردن از اونا تشکری میکنیم که بازم من هم که بفکر بازم اجازه دادم که کساهای کرد ریزی اداره بر شما تشکر در روز زیاد هست و کوشش میکنیم تمام اوقات مثبتش رو برکنیم ما برای اینکه همین ایدئال چطور پیدا شد که تغییر در افغانستان رو وجود بیاریم ما یک رول مدل برای خود داشت این رول مدل برای ما بخاطر نامش نکنم پوهان ثروتی هستی پوهان ثروتی هستی که از اساسگذارای عملیات قلبی در افغانستان از جمله اولاد صادق وطن بودن که با وجود که از کجاهای کابل برخواستن فاکولته بخواندن به امریکا آمدن یکی از جراحای بسیار ورزیده قلبی در امریکا بودن زندگی بسیار آرام و معرفت داشتن خانم امریکایی داشتن همه چیز را دادن به درد وطن آمدن در افغانستان و اولین کسی بود که اساسات جراحی قلب در افغانستان گذاشتن مخصوصا برای ورقای افغانستان که امراض روماتیسم قلبی بود و برای اونا داشته همین شفاخانه صدری بیستونا اساس اونا چون ارتباطات فامیلی داشتیم برای من همیشه یکی رو همیشه میگفتم که اگر فاکولته رو خلاص کنم ما اگر کدام جای درست ما همین مثل دکتر صاحب هستیم امیدوار هستم با اون مشکل است رسیدن ولی جای پای زیاد دکتر صاحب هستیم و قرار قسم کمرای دکتر صاحب به تماس شده در بستر مریضی هستن و توانی تربیت نداشتن که با دکتر سیدوریا مصاحبه کنن برای من یک هیرو بودن برای من یک رول مدل بودن و برای وطن ما بالاتر از سیاست مدارا یک اولاد صادق وطن عزیز و مادر وطن ما شد در صورت با اونا دعا میکنیم که صحت پیدا کنن و بتوانیم که روز نئی استیج اگر هر چیزی را برای هر کسی که میدیم و یاد دکتر صاحب هستیم از خاطر پشتمی یک دلیل بوده کردن ما که از یک اولاد صادق از این وطن بارد خب انستیتوت امراض قلبی نظرش وقتی که از مراحل کانادا آمدیم باز وطن در تورنتو در یونیورسیتی تورنتو در شفاخانه ماونت ساینای و برنامه یونیورسیتی هلت است تمام کار ما ارتباط کنیم هر چیزی که می‌دیدیم در این چوب بشیم امیر اگر شاید روز با وطن بکنیم با وطن یک چیزی جور کنیم بالاخره یک کمیسیون جور آمد که در او نامه را نوشته کردیم با او خاطر که جناب عبدالله نوابی استاد مورد لیست امریکا بودن آقای شرقام دکتر صاحب احسان شریف مولانا جان شریف تشریف ندارن آقای علی امینی و جناب دکتر صاحب جناب ناصر قادر
از جمله ژورنالیست‌های سوروایزیده وطن ما که سال‌هاست به کار مسئول هستند، اینا در این کار شامل شد و اینا کوشش کردن که یک مقدار پول اندازه کنند که وسایل را وارد کنند و حقوق انتخاب سیدا حتما وسایل در ما وارد و هم وسایل خلاصه ما وقتی زیاد شما را نمیگیرم وسایل و حقوق انتخاب داده شد. ما در این فکر بودم از شفاخانه برای یک 3 هفته رخصت گرفتم که من میرم این وسایل و فوقوتی تسلیم میکنم. فوقوتی به خاطر که ایوبات برای ما مادر با 6 سال در سرویس داخلی ایوبات اونجا امروی دکتر سبکریم نسل رئیس اسیستان شد و گفتیم اول باید اون جای بریم و این مرکز در اونجا اتفاق. خلاصه وسایل انتقال داده شد یک مرکزه که بسیار خورد یک دلیه دکترها را بر ما دادن به این طرف دروازه پانتون دروازه ایوبات و ما تنها بودیم و کسی نداشتیم و هیچ ارتباطاتی وجود نداشت کانتینرها را چطور باز کنیم این وسایل چطور نصب کنیم تفاوت برق کارمندان برق وسایل چطور تصادف یک جوان اونجا آمد به نام دکتر مؤثر سن نور فوقی برای سلیمان موسی یک گروه جوانای داوطلب جوانای فوقی را برای من معرفی کردن اونا وسایل را از کسای دیگه که نام بگیریم ما مشکلات اقتصادی شدیم ما تعهد کرده بودیم که از کلامی که برای وطن میکنیم از این کلام بجید کنم از خود مصرف کنیم برای خودم هیچ چیزی نمید کسانی که ولنتیر بودن باید شما چواز برای ما نام کنیم و این پیسایی از خود داشت با بایستکست رو خوش بودن خلاصه همین شرایط بود که دختر شما منواخان بازی ما بیتجان شادوکی با تصادف اینا آمدن در مرکز انستیتوت قلبی و دیدن چاش قریبی با اون بیچارگی که داشت اینا را جور کنیم به بیجا بودستان کنید که پیسه زیاد دارد از داخل سرکستان در نجویر یک بیان تشکر وانه از داخل سرکستان جاخش میکنه آوردی که برشته یک نوید برشته Thank you for the opportunity to talk today. It's honestly an honor and a privilege to be standing here in front of you guys and share some of my reflections as one of the younger physicians in the room. You know, I think I see a lot of familiar faces, but just to provide some background, my name is Masibella. I was born in Kabbalah, Pakistan, and moved to Toronto with my family when I was about 11 years old. Like a lot of us in the room, I feel like I've had to kind of balance 2 worlds. You know, one where you're kind of navigating your own culture, tradition, and language, and then a second one where you're trying to learn a completely new system in a new country. Growing up, I feel like I was learning about English grammar and Canadian letters at the same time, and at home, I was learning what it meant to be part of a family that had so tightly to its values, you know, even when they moved to a completely new country. I think all that kind of set the foundation for everything. Like Dr. already said, completed my undergraduate degree here and then crossed the border again down to the United States, where I did all my medical training. I went to the University of Hawaii and did my internal medicine and cardiology fellowship at the University of California in San Diego. You know, when I talk about this path, I think it's easy to talk about titles, publications, but honestly, the things that really stand out are the people and the moments along the way. You know, it's the mentors who give you advice, you know, that's not written in textbooks. It's the family by your side during these long years of training. دکتر سلیمان دیرونی و میهمانان گرامی، امشب افتخار داریم که از بانوی یاد کنیم که سالها قبل در افغانستان و ایران دکتر دلسوز و خدمتگزار با تعهد و عشق بی‌پایان و مردم خود خدمت کردند که زحمات ارزشمند و فداکاری‌های بی‌دریغشان برای همیشه در یاد هموطنان باقی خواهد ماند. این شخصیت برجسته و قابل افتخار محترمه دکتر صابره جان صفا ایوب هستند که خوشبختانه امشب اونا را در محفل ما با خود دارند.
دکتر سید صابر جان بعد از اتمام تحصیلات عالی و تخصص در جراحی عمومی و آنستزی از سالهای 1968 الی 1996 در شفاخانه‌های متعدد در شهر کابل و عنوان جراح مجرب ایفای وظیفه نمودند و پس از آن برای چندین سال در شهر پشاور پاکستان و حیث استاد در محلکون امت المؤمنین تدریس می‌کردند و همچنان در شفاخانه دارالشفا در همان رشته جراحی و خدمت ادامه دادند. Aziz, bahwa minum nikmat malgawat مدت 13 سال به شفاخانه وزیر اکبرخان کار کردیم باعث جراح عمومی وارد در شفاخانه آرشد ابن سینا و جمهوریت و شفاخانه کلینیک مرکزی بعد از انکو نتوانستیم بریم آمدیم به پشاور پانتون امت المؤمنین باعث استاد عملی جراحی کلینیک کار میکنم و در دارالشفای کلینیک اونجا کار میکنم و از دو کانادا آمدیم و کانادا کورسای استاد گرفتم کورس منتله کورس دیگر کورس enorme para esse voluntário seu trabalho. Diga, agora diga, nada honesta, agora nada. Proszę do jakie letido, prostytutowali się, amarzakowali się, proszę do stawać do sekundy, do sektora żona. Mohammed دکتر سید محمد خواهش می‌کنیم که لوح تقدیر و پاس سالها خدمت صادقانه ناش شستگی ناپذیر شما در سر پزشکی و مردم افغانستان براتون تقدیم کنیم. نمبر 47 31 36 05 دوباره تکرار میکنیم 47 31 36 05 بفرمایید. جایگاه مبارک باشد و از شما خواهش میکنیم که یک نفر اگر شما انتخاب کنید. خب پشتانس دوم امشب 47 31 36 نمبر بر کل کس 47 31 36 آخرش 33 آخرش.
های شما. امیدوار هستم که صحبت های شیرین و مفیدی که در این محفل میشد از اونا همه شما حس ببرید بطورید که نه تنها برای خود در آینده و نسل‌های آینده یک چیزی اگر ما یک پیس را موضوع بگیریم انسان غنیمت بزرگ میشه. در این قسمت از یک از میهمان گرامی ما که به نمایندگی از دکتران اروپا اینجا تشریف آوردن که اونا هم سالانه نمایش دکتران افغان در اروپا را دارن، خواهش میکنیم تشریف بیارن. دکتر زمینه زمان، دکتر فارغ التحصیل استوماتولوژی کابل، فعلا دکتر فعال در جرمنی. دکتر زمینه زمان. سلام و عرض ادب خدمت شما دکتر صاحبان عزیز و حاضرین گرامی. خوشحال هستم که باز هم فرصتی فراهم شده تا همه گرد همایی و مدت با یکدیگر هم کلام و هم نشینی باشیم، از همدیگر یاد بگیریم و یک روز پربار داشته باشیم. من با باقی دکتر صاحبای عزیز ما از فرانکفورت که همه احترامات خدمتتان تقدیم نمودن، از سال 2006 به این طرف همه با هم، یعنی سال آینده 20 سال میشه که ما نمایش‌های سالانه دکتران افغانستان در اروپا تحت اهداف دوستی، صمیمیت و با هم بودن دایر می‌نماییم که از همه دنیا دکتر صاحبای افغانستان و پاس قدردانی دوستان و محافل ما اشتراک میکنند. خوشحال هستم که این کار ما برای شما دکتر صاحبا هم انگیزه داد تا شما توانستید تحت همین عنوان دوستی و صمیمیت سومین نمایشتان را دایر کنید و ما هم افتخار شرکت در نمایش‌هایتان داشتیم که ممنون محبت و زحمات همه اعضای هیئت رهبریشان هستم و مخصوصاً از بشرا جان ناظرین و همچنان دکتر امین جان شمال و نمایش سال آینده ما در حالت در آخر ماه می برگزار می‌گردد که همه‌تان قلباً دعوت هستید. ابتدای برای شما سلام می‌کنم و خوشحال هستم که خودم امشب در جمع سرمایه‌های واقعی معنوی شما هر کدام شما واقعاً به شما محترم هستید و سرمایه‌های اصیل وطن هستید و خوشبختانه که شما را دیر بودید و دوستای دیگه برای بود در فضای دیگه، در فضایی که گذشته ها بود و در اون فضاها ما بود و محبت بود و عشق بود و صفا بود و یقینی بود. چه کوتاهی از مهدی سهیلی را رئیس یک پیام از طرف تلویزیون 24 رو می‌خونم و بعد از بود من از حضورشون مرخص می‌شدم. مردم از ما مهربانی ها کجاست؟ مردم از ما مهربانی ها کجاست؟ هم صدایی ها چی شد؟ هم داستانی ها کجاست؟ از نصیب نعمه ما گل و بستان میش گفت مرغک دل ما بگو آن نعمه خانی ها کجاست؟ زمان زود همین شما عزیزا در کشور بودیم و از در خدمت شنواری جالب روزگار همه که پرولند است. از نصیب نعمه ما گل و بستان میش گفت
که در واقع آن در بخانه ها کجاست؟ عاقبت از در آمد مرگ شوق و مرگ عشق. زنده بودن را چیست؟ زنده بودن را چیست؟ آن زندگانی ها کجاست؟ امشب فضای حسن بود، فضای محبت بود، فضای دوستی بود و من واقعا لذت بردم از این چند لحظه وقت شما رو گفتم من چند نظر بیایم ایام و امیدوارم روزگار من شد که اینجا تشریف داره و یک شاکی به خاطر که منصب بگیریم پیش از ما اکثر دوستان بعد از ما چیزی برای خوش میشیم که ناصر جان همین دکتر سید شفیع برای شما سلام تقدیم میکنم و دوست داریم که یک پیام کوتاهی از شما داشته باشین در رابطه با این برنامه. تشکر نتیجان از وقتی که با ما دادیم و تشکر از آمدن شما. این برنامه هر 2 سال در تورنتو، در 2 سال در نورت امریکا تجدید میشه و امسال خوشبختانه در تورنتو آمدن. دکتر صاحب اینجا دکتر صاحب اسمت الله نایب خیل و دکتر صاحب ناصر اوریا درباره مسائل مختلف و نوجوانانی که تازه از افغانستان آمدن، دکتر صاحبایی که تازه از افغانستان آمدن صحبت کردن و راه‌های مختلفش برشان نشان دادن و امیدوار هستم که دکتر صاحبا از این مسائل از این حالت یا اپورتونیتی استفاده کنن و راه خود پیدا کنن. تشکر.